نیروهای عراقی در شهرک تلکیف 20 کیلومتری مفصل قرار داشته از سه سمت به مفصل نزدیک می شوند. هواپیماهای عراقی منطقه ها را شدیداً بمباران کردند. به نوشته خبرگزاری ریترز، سربازان واحدهای کردی پشمرگه و نیروهای دولتی عراق پیوسته از سمت‌های جنوب، جنوب و شرق، شرق و شمال و شرق به مفصل نزدیک می شوند. از زمان آغاز عملیات در هفته گذشته 800 عضو گروه افراطی دولت اسلامی به اسارت افتاده است. این چنین 70 دهه و 1700 کیلومتر مربع زمین گرد و اطراف مفصل به تصرف نیروهای دولتی عراق گذاشتند. روز یکشنبه نیروهای عراقی و پشمرگه که از هوا زیر حمایت ائتلاف بین المللی قرار دارند تا 9 کیلومتری شمال مفصل پیشرفت نمودند. مسعود برزانی رهبر منطقه مختار کردستان عراق به وزیر دفاع امریکا اش کارتر ابراز داشت که سربازان کرد شهرک بشیقه واقع در 24 کیلومتری شمال مفصل را اشغال نمودند. نیروهای دولتی عراق باشد روز یکشنبه شهر استراتژی برتله واقع در 12 کیلومتری شرق مفصل را تحت تصرف درآوردند.